روایت تاریخی زبان کردی، نقش زبان کردی در حفظ و انتقال هویت، تاریخ و مقاومت ملت کرد. منتشر شده به صورت آنلاین توسط مرکز مطالعات کردستان تیشک 9 نوامبر 2024. نویسنده دکتر کمال سلیمانی. روایت تاریخی زبان کردی، آگورای کردستان. چکیده. زبان کردی به عنوان بستر و ابزاری قدرتمند برای حفظ هویت و روایت تاریخی ملت کرد عمل می کند. این ملت رنج آوارگی، سرکوب استعماری و فقدان حاکمیتشان را در بستر شعر، ادبیات و طنزشان بیان می کند. این روایت تاریخی سرسختانه به شدت تحت تأثیر همسانسازی اجباری و سرکوب از سوی قدرت‌های حاکم شکل گرفته است. یکی از این سرکوب‌ها اجبار فرزندان ملت کرد در مراسم مختلف بازتولید روزانه ناسیونالیسم ژاکبون و راسیستی و فاشیستی حاکم در کردستان است که هر روز داغ نداشتن استقلال و خودحاکمیتی ملت کرد را تازه می کند. طنز و کنایه که اغلب رنگ و بوی کلامی دینی داشته، انعکاسی از الهیات کلونیالیستی حاکم هستند. حس چالش مداوم و روزانه در تفسیر دینی سرکوبگر دیگری را در احساس و واکنش و بیان روزانه ملت کرد را انعکاس می دهند. این موضوع در داستان‌ها و اشعاری به تصویر کشیده شده است که در آن باری تعالی تعریب و تفریس و تتریک بی تفاوت به رنج کردها در جایگاه رفیع خود به انجام امور روزمره بارگاه خود مشغول است. شاعرانی مانند شرکو بیکز، هجار و هیمن از زبان کردی به عنوان ابزار مقاومت استفاده کردند و در این اشعار از حقوق کردها سخن گفته و توجیهگری سلطه دین و تفسیر ظالمانه دینی نهادهای سیاسی و رایج فرهنگ حاکم را به چالش کشیدند. ملت کرد از طریق ارجاعهای جغرافیایی و زبانی همواره موضع فرهنگی و سیاسی خود را علیه مرزهای مصنوعی و استعماری ادامه داده و برای بازپسگیری کردستان تلاش می کند و زبان روزمره را به عنوان ابزاری قدرتمند برای استعمار زدایی به کار می برد. کلیدواژه‌ها: مقاومت، حاکمیت، همسانسازی، طنز الهی، استعمار زدایی. روایت تاریخی زبان کردی. زبان، شعر و ادبیات کردی به طور کلی سرشار از داستان‌های ماندگار از ضبط و ثبت زندگی جمعی ملت کرد است. زندگی که مشخصه آن سختی و سرسختی، مبارزه برای بقا و شورش علیه ناامیدی و بی‌عدالتی است و نشان دهنده عزم راسخ آنها برای ادامه زندگی و مقاومت به هر قیمت در برابر شرایط وجودی امنیتی شده تحت حاکمیت قدرت‌های استعمارگر است. در شمال کردستان هر روز مراسم خواندن سرود ملی ترکیه برپاست که در آن هر کودک کرد مدرسه‌ای مجبور است تا همواره به زبان ترکی بخواند جان و زندگیم فدای بقای ترک ها باد. در نتیجه صدای آنها و بدنهایشان نه تنها باید دائما در برابر تصاحب شدن توسط دیگران و هنجارهای ملی گرایانه و سازمانهای اجتماعی و سیاسی دیگران، بلکه باید در برابر تفسیر مسلط دینهای دیگریشان نیز مقاومت کنند که همه به تعبیر جودیت باتلر وجود غیر قابل عزاداری کردها را به خدمت خیش می طلبند. بنابراین ملت کرد همواره دست برداشتن از حقوق خود، حاکمیت بر بدنهای خود و خود جمعیشان دعوت شده تا خود را به صورت جمعی قربانی کند تا نکند خدشه‌ای به ثبات و امنیت دیگران وارد آید. جامعه کرد آگاهی عمیقی نسبت به گرفتاری و رنج وجودی خود دارد. آنها خود را به عنوان یتیمان بشریت می شناسند که این از شرایط استثنایی و آوارگی دائمی آنها را تقریباً عادی کرده پرده برمی دارد.
آنها احساس می کنند که کل جهان بشریت در قبال رنجهایشان مسئولیت دارد و این احساس در میان آنها پدیده‌ای سخت گسترده است. در نتیجه طنز کردها که اغلب دارای شکلی منحصر به فرد از طنز الهی و کلامی است، بازتابی از این باور است که حتی خداوند نیز به نظر می رسد از حل مسئله کردها یا اجتناب می کند یا اینکه ذات اقدس او در رسیدگی به آن ناتوان و درمانده است. این شورنمایی احساسی به خصوص در کردستان جنوبی تحت حاکمیت عراق و به ویژه پس از نسل کشی توسط دولت عراق شدت گرفته و به شکلگیری نوعی طنز الهی تاریک در چنین محیطی درآمده است. این طنز در شعر، ادبیات و لطیفه های عامه پسند بازتاب یافته است و جوهره تراژیک تجربیات آنها را به خوبی به تصویر می کشد. کشتار سیستماتیک صدها هزار کرد بی‌دفاع توسط دولت عراق در این جوکا انعکاس یافته و نشان می‌دهد که مسئله کرد برای جهان مدرن یک معضل است، معضلی که به نظر می‌رسد در این دنیا که هیچ حتی احتمالاً در دنیای بعدی نیز قابل حل نیست. در روایت‌های طنزآمیز ملت کرد حتی رحمت الهی نیز مشروط به نظر می‌رسد. طنز این گونه القا می کند که خداوند اقوام برگزیده خود را که البته کرد نیستند را ترجیح می دهد و ملت کرد برای اهداف متعالی و صلاح اقوام دیگر قربانی می کند. این دیدگاه تلخ واقعیت سخت زندگی ملت کرد را به تصویر می کشد و این باور را تقویت می کند که خداوند چشمان خود را بر دردها و آلام ملت کرد بسته است، چنان که در لطیفه زیر در جنوب کردستان رایج است به صورت طنز بیان شده است. در روز رستاخیز خداوند اعلام می کند که مردم کرد می توانند با درجه ارفاق بدون پرسش و رسیدگی به کردارشان وارد بهشت و دار باقی شوند، چرا که آنها قبلا به اندازه کافی در دار فانی در جهنم واقعی زندگی کرده اند. وقتی مردم کرد وارد بهشت می شوند دوباره طبق عادات قدیمیشان شروع به رقص و آواز و سرچوبی کشیدن می کنند. این شادی و نشاط و همه سایر ساکنان بهشت را به تدریج از صدای آواز و رقص گروهی کردی و حرکات پرشور آنها پریشان می کند. مؤمنان خشمگین شکایت خود از حضور کردها و سلب آسایششان در بهشت را به محضر حق باری تعالی می رسانند. خداوند که همیشه طرف مؤمنان خود را می گیرد در پاسخ ملت کرد را دست جمعی از بهشت اخراج می کند و درست مانند داستان آدم و حوا و تراژدی بی پایان انسانی کردها را به قعر جهنم می افکند تا بهشتیان در آرامش باشند. اما کردها با تکیه بر راز بقایی که در قرون و اعصار آموختند دوباره در جهنم سوزان نیز مبادرت به برپایی مجلس بزم و طرب و رقص و آواز می کنند تا جشن زندگی جدید خود در جهنم بنشینند. ساکنان جهنم نیز مدتی بعد که از حضور کردها بیزار میشند به مرور زمان دیگر آتش و شکنجه و قیر مذاب و سوختن هر روزه خود را فراموش کرده و با ناله و تضرع شکایت به جانب بارگاه الهی میبرند. با توجه به شلوغکاری های کردها در هر دو طرف خداوند خواستهای جهنم نشینان را که طاقت این همه شکنجه از دو طرف را ندارند نیز میپذیرد و امر به اخراج این کردها می کند و آنها را به دنیای برزخی و بینابینی اعراف میفرستد تا هم اطاعت کنندگان و هم منکرانش بیاسایند. با ورود کردها به اعراف دوباره سنت آوازهای کردی و رقص و پایکوبی زنده می شود و چند شب و روز به جشن و سرور می پردازند. در نهایت پس از چندی خداوند نیز که اکنون او نیز آرامشش را از دست داده است متوجه سکوت غیر معمول کردها شده در قامت یک پیرمرد با کنجکاوی از پسر بچه‌ای می پرسد کردهای پرسر و صدا دیگر کجا رفتند؟ پسرک پاسخ می دهد ای عمو نپرس که کردها شغل قدیمیشان را اینجا هم پیدا کرده و حالا در حال قاچاق انسان از جهنم به بهشت هستند. این گونه است که کردها در قاچاق مجرمان از جهنم به بهشت بالاخره انتقام چند ساله خود را از خداوند بی مبالات و بندگان محبوبش میگیرد.
این نوع از طنز الهیاتی کلامی در ادبیات، شعر و طنز کردی به وفور یافت می شود. همانطور که اشاره شد، این سبک به عنوان یک زبان اعتراضی عمل می کند. فریادی علیه بی‌عدالتی و شکایتی از شرایط فوق‌العاده و استثنایی ملت کرد، در عین حال که سرسختی و عزم آنها را برای بقا نیز نشان می دهد. برای نشان دادن اینکه چگونه این سرسختی و مقاومت در زبان کردی روایت و منعکس می شود، به طور مختصر 3 شعر از شاعران افسانه‌ای کرد، هجر 1921-1991، هیمن 1921-1986 و شرکوبکز 1940-2013 را به عنوان نمونه ذکر می کنم. شرکوبکز در یکی از اشعار خود بی پرده و با جسارت الهیات اسلامی را به دلیل گرایش‌های استعمارگرانه‌اش به سخره می‌گیرد و بی تفاوتی خداوند را در برابر نسل کشی ملت کرد به تصویر می‌کشد. از نگاه بکس، خدای مسلمانان در برابر رنج کردها بی تفاوت و غیر قابل دسترس برای تظلم و عرض شکایت باقی می‌ماند. او از گفتمان مسلط الهیات اسلامی، الهیاتی که خداوند را شبیه انسان و قومگرا به تصویر کشیده و او را به مفهومی ناقص، محدود و قوم محور تقلیل داده است، انتقاد می کند. به باور بکس، الهیات توحیدی اسلام که در ظاهر ادعا دارد همه مسلمانان در نزد خدا برابرند، در واقع خداوند را به عنوان یک موجود قوم محور ترسیم می کند. بی‌اعتنا به درد و فریادهای مسلمانان کرد، کسانی که صدایشان به دلیل زبانی که به ظاهر غیر قابل فهم است خفه می شود. این نگاه برای بکس به ویژه پس از بمباران شیمیایی حلبجه در سال 1988 به شدت آشکار بود. چند روز پس از این فاجعه وحشتناک، اجلاس بین المللی سران کشورهای اسلامی برگزار شد، اما هیچ اشاره‌ای به حلبجه در آن اجلاس نشد و نشان داد که یا خدای مسلمانان غیر کرد اهمیتی برای حیات و ممات مؤمنان کرد قائل نیست، یا مانع زبانی میان مسلمانان کرد و خداوند باعث می شود که فریادهای آنان ناشنیده بماند. در یکی از اشعار بکس که توسط آلانا مری لیوینسون لابروس و هلو فریق به انگلیسی ترجمه شده است، بکس نامه شخصی به خداوند می نویسد، اما می بیند که این نامه او به بارگاه الهی و محضر خداوند نمی رسد، چرا که گویا در گستره بیکران الهی متشکل از خداوند و همه فرشتگانش هیچ کس زبان کردی نمی داند. شعر چنین است: بعد از خفه کردن حلبجه شکایت نامه‌ای بلند برای خدا نوشتم. قبل از مردم آن را برای درختی خواندم. درخت گریست، در کنارش پرنده‌ای پستچی نغمه داد. چه کسی نامه را میرساند؟ اگر به من امید بسته‌ای، هرگز به عرش باری تعالی نمیرسم. آن شب دیر هنگام فرشته سیاه پوش شعرم گفت: هیچ غصه مخور، من نامه ات را میبرم آن بالا تا کهکشان، اما قول نمیدهم خودش نامه را از من تحویل بگیرد. میدانی که مگر کسی و یا کردی خداوند را از نزدیک میبیند؟ گفتم: سپاسگزارم، تو بالت را بزن. فرشته خیال به پرواز در آمد و شکواییم را با خود برد. روز بعد که بازگشت، منشی رده 4 دفترخانه خدا، عبید نامی، روی همان نامه در پایینش به زبان عربی نوشته بود: ای ابله، به زبان عربی بنویس، اینجا نه کسی زبان کردی میداند و نه به خدا این نامه را میرساند. برخلاف شرکوبکس خدا ناباور، هجار که از علمای دین بود، حتی قبل از بکس مسئله زبان کردی را به موضوعی الهیاتی تبدیل کرد و چیزی را خلق کرد که میتوان آن را الهیات زبانی مقاومت نامید. برای هجار هویت خواهی کردی یک کنش مقاومتی، اعتراضی آشکار و شکلی سیاسی از خود ارجاعی و خود اثباتی ملی بود. او سرود: کردان خواهم زیست،
کردانه خواهم مرد. سوال و جواب قبرم را به کردی خواهم داد. دوباره به عنوان یک کرد برخواهم خواست. در جهان آتی نیز از حقوق کردها دفاع خواهم کرد. در سال 1957 هژار شعری سرود که آشکارا و به شدت از نحوه گفتمان دینی رایج و استفاده جوامع حاکم مسلمانان از دین برای کنترل و تسلط تا حد استعمار ملی مانند امازیغ‌های شمال آفریقا بربرها، بلوچ‌ها و کردها انتقاد می‌کرد. ملل حاکم مسلمان را که در قالب گفتمان وحدت و برادری دینی حقوق این ملل تحت سلطه را انکار کرده و زبان، تاریخ و هویتشان را نادیده می‌گیرند، به دورویی متهم می‌کند. هژار در شعری به نام تلقین به کردی به نکوهش تعالیم و الهیات غالب اسلامی که در عمل در خدمت بهره‌کشی و استعمار و انکار هویت ملل محکوم است، از کردها خواست که حتی در برابر نکیر و منکر که دو فرشته مأمور بررسی اعتقادات شخص تازه در گذشته هستند و شب اول فوت وارد قبر میت شده و از او می‌خواهند به عربی سخن بگوید، نیز مقاومت کنند. تلقین معمولاً خطبه‌ای است که ملا پس از دفن فرد مسلمان خطاب به او ایراد می‌کند و اصول بنیادین الهیات اسلامی به زبان عربی را به او یادآور می‌شود. جالب اینجاست که مخاطب این خطبه نه عزاداران بلکه فرد متوفی است که به او آموزش داده می شود چگونه به پرسش‌های این دو فرشته که گفته می شود پس از ترک حضار به دیدارش می آیند پاسخ دهد. هژار این پیام الهیاتی برای مردگان را به ندایی برای مقاومت و جنبش کرد تبدیل کرده و چنین اعلام می کند. تلقین به کردی: ای عبد خدا فرزند زحمت، بشنوی ز من تلقین رحمت. رفته ای از این دنیای فانی، مسکن گزیدی در آن جهانی. همچون دیگران بعد از مردنت، نکیر و منکر میان دیدنت. دندان طلایی با چشم آبی، گرز و سپر و شمشیر لعابی. گاهی اخمو و گاهی خوش سخن، گاهی نورانی سفید پیرهن. پرسان و جویان از دیو جستجو، دهانت ببند هیچ از آن مگو. گر تو را زدند تهدیدت کردند، یا با زر و سیم تطمیعت کردند، نترس از چوب و هر آنچه گویند، کاری کن کردی سخن بگویند. این بار با شیرین زبان کردی، کم کم بیان کن هر آنچه کردی. بگو عربی گرچه لسان است، زبان کردی برام آسان است. خدایم یکی پیغمبر همان، سخن نگویم جز کردی زبان. اگر ز مرگ و قیامت جویند، بگو پیش تو چیزی نگویند. بگو من کرد سالهاست مرده ام، سهمی از روز قیامت برده ام. لخت و گرسنه بی نان و برگیم، تنها ملت همزاد مرگیم. زیر چکمه ترک و عربیم، ز ظلم عجم در تاب و تبیم. به نام خدا به نام اسلام، مسلم را کرده قتل و عام. بپرس از خدا اگر دینی نست، مضحک ترین نوع آیین است. چون کرد از ترس این دین بلرزد، دورش اندازم به هیچ نیرزد. خودت میدانی بهش چه سان است، بخش کوچکی از کردستان است. آب و هوایش زلال و پاک است، کوهستان زر و گوهرش خاک است. مردمانی چون فرشته و حور، سرزمین عشق سرزمین نور. باغاتش گل و گلستان دشت است، آری این وطن خود بهشت است. زبان کردی همواره به شدت با تلاش‌های استعماری که می‌خواهد کردستان را از کرد بزداید یا فضا و تاریخش را از هویت کردی جدا سازد، به مقابله برخاسته است. زبان کردی از طریق ارجاعات زبانی و واژگان فعالانه در برابر این محو شدن مقاومت می‌کند.
و با هر گونه باز تعریف جغرافیای کردی مقابله می نماید. کردها به طور خستگی ناپذیری تلاش می کنند کردستانی بودن سرزمین خود را حفظ کنند و کرد بودگی میهنشان را پاس دارند و ناگسستنی بودن پیوند این دو را نگه دارند. زبان کردی این حس حضور صاحب خانه بودن و تعلق به کردستان را زنده نگه می دارد و روایت تاریخی کرد بودگی را پایدار و ماندگار می سازد. مرزهای بین المللی ایران، عراق، سوریه و ترکیه که به اجبار ملت کرد و سرزمین تاریخی آنها را تقسیم کردند، این تقسیم بندی در پی تحمیل مفهوم مرز و سرزمین مرزی غیر قابل پذیرشی به آنان است. از دیدگاه کردها، مرزهایی که 1 قرن پیش برخلاف خواستهای آنها تحمیل شد، ساختارهای استعماری بیش نیستند. در نتیجه ملت کرد این مرزها را به عنوان معرف هویت کردی و کیستی خود نمیپذیرند. همانطور که شاعر برجسته کرد هیمن به زیبایی بیان می کند: ای آن کس که می پرستمت و ز چشم من غایبی، تو خدا نیستی، تو محبوب منی. نه در آسمانی که دستم به تو نرسد، نه بر قافی که به جستجویت کفش فولادین پوشم. تو را از من کرد گم و مرا از تو دور، آن پاره خطی که دشمن نامید حدود. ملت کرد به کمک زبان و ارجاعات جغرافیایی روزمره خود در برابر تحمیل تاریخی این مرزها مقاومت می کند. این مقاومت به طور مداوم از طریق زبان کردی بیان و تکرار می شود. اصطلاحات جغرافیایی کردی برای 4 بخش کردستان، باکور شمال، باشور جنوب، روژاوا غرب و روشلات شرق، همه نماینگر تلاش مداوم ملت کرد برای بازپسگیری جغرافیای بومیشان است. خود زبان به نمادی قدرتمند از روایت کردی تبدیل شده است. این ارجاعات زبانی تنها اعمالی برای یادآوری و فراموش نکردن هویت نیستند، بلکه نوعی مقاومت به شمار می روند که از طریق شناسایی مخالفت آمیز، یعنی تعریف هویت خود در تقابل مستقیم با تحمیل هویت خصم، بیان می شوند. آنها تمرین و اعمالی قدرت و رادیکال برای بازپسگیری حاکمیت و خودحاکمیتی هستند که هر روز به هدف استعمارزدایی و خنثی کردن آن انجام می شوند. اگرچه مرزهای استعماری در صدد تقسیم هویت کردی محدود و تک تکی آن هستند، اما ملت کرد از طریق زبان خود آنچه دیگران می‌خواهند سرزمین‌های مرزی یا خطوط مرزی قلمداد کنند را به سان قلب زخمی وطن و مرکز میهن پاره پاره شده نشتمان می‌نگرد.